این دختر بچه یکی از تلخ‌ترین سرنوشت‌ها رو داشته. وقتی که 2 سالش بوده پدر مادرش رهاش میکنن. یعنی اینجا میگن که وقتی نمیتونی یه بچه رو نگه داری ازدواج نکن یا بچه دار نشو. خلاصه رهاش کردن. بعد از اینکه رهاش میکنن تحت پوشش حالا دولت بوده یا یه پدر مادری داشتن نگهش میداشتن، خلاصه یه جا داشتن ازش نگهداری میکردن تا اینکه بعد از 1-2 سال دیگه بیماری سرطان گرفته و کلی درمان و شیمی درمانی و مریضی های گوناگونی که مثلا حالا در کنار مثلا سرطان یه مشکلات دیگه هم می اومده سراغش، باعث شده که بعد از مثلا چند سال این دختر فوت کنه. یعنی واقعا سرنوشت‌های عجیب و غریبی میشنویم، غم انگیز، ناراحت کننده. واقعا اصلا آدم بغض میکنه. این دختر بچه این اتفاق براش افتاده. و اینکه حرف من با اون پدر مادریه که واقعا بدون انصاف این کارو میکنن. حالا بعضیا میان میگن آقا قضاوت نکن. خب قضاوت به چه قیمت؟ که بچه‌شو ول کنه بره؟ پدر و مادر چطور یه بسته سیگار رو یه پدر میتونه بگیره واسه خودش روزانه بکشه؟ اندازه یه بسته سیگار نمیتونه نون بگیره این بچه رو نگه داره؟ خب این باعث میشه که یه مقدار باید بیشتر فکر کنیم توی زندگیمون. پدر مادرایی که توی طلاق هستید به فکر اون بچه باشید. بله، بچه رو نمیشه رها کرد تو جامعه. بچه رو اگر سرخود ول کنی توی جامعه واقعا بره بین گرگاست، حتما از بین میره. پس باید پدر مادرای با تجربه حواسشون به بچه هاشون باشن. و این بود سرنوشت تلخ این دختر بچه. واقعا خیلی غم انگیز بوده. و اینکه این کانال رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. خلاصه کلیپایی براتون میذارم، هم غم انگیز هم شاد. خلاصه همه جور کلیپ براتون میذارم بچه ها. حالا خیلی هم عذر میخوام، الان این شرایطی نیست که بخوام همچین کلیپایی بذارم، چون همه روحیاتمون حالا بنا به دلایل زندگانی ضعیف هست. ولی خب یه همچین اتفاقی هم افتاده. فدایی دارید.